قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده میکنید، خدمت یکایک شما سروران و عزیزان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمات بیکران الهی بهره‌مند بوده باشید. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های با دعوتگران مهمان شما عزیزان و سروران هستیم و در این برنامه مهمان نهایت گرامی و دعوتگر نهایت گرامی که یکی از چهره‌های درخشان عرصه دعوت در افغانستان هستند و در 2 دهه اخیر در راستای بیدارگری و خرافات زدایی نقش عمده‌ای را در افغانستان بازی کرده اند. با من هستند استاد گرامی استاد عبدالظاهر داعی. ابتدا حضور ایشان را در استودیو خیر مقدم و خوش آمد میگم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه با دعوتگران. جزاکم الله خیر. خب استاد گرامی، البته طبق روال همیشگی برنامه ما به خاطر آشنا شدن بیشتر با مهمانمان با جناب شما میخواهیم که در رابطه با اینکه در کجا زاده شدین و چه سال به دنیا آمدین و تعلیمات ابتدایی را در کجا سپری کردین از زبان خود شما بشنویم. جزاکم الله خیرا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. ما در سال 1344 خورشیدی در شهر کابل در یک منطقه به نام نوآباد دی افغانان میگن اونجا تولد شدیم و در نزدیک خانه ما یک مکتب بود به نام مکتب عینو، بی بی عینو میگفتن. اصلا مکتب دخترانه بود. خب باز چون مکتب بچه ها دورتر بود، باز مادرم مرا اونجا داخل کردن در مکتب بی بی عینو. تا صنف 5 در اونجا درس خواندم. صنف 6 هم در لیسه جمهوریت درس خواندم. لیسه جمهوریت هم لیسه دخترها بودن که دخترها خواندیم. از این خاطر خیاطی و گپا رو یاد دارم، چون اونجا یک مضمون ما خیاطی بود و چی بود یک مضمون. پس تا صنف 6 اونجا خواندم. صنف 7 در مکتب چی میگفتن انصاری خانم، لیسه انصاری. باز لیسه انصاری وقت ابتدایی داشت، پس متوسط داشت، پس آن لیسه شد. باز ما روان کردن یک مکتب دیگه به نام قاری عبدالله میگفتن. او هم در مقابل آرشیف ملی ولایت کابل که از طرفش آرشیف ملی است، در روبروی از او در داخل کوچه می مکتب بود. به اونجا خواندم. خب استاد، ما مجبور میشیم که سوال کنیم که آیا لیسه هم دخترانه بوده یا پسران؟ نه، لیسه را باز وقت صنف 8 خلاص کردم. صنف 9 چون فامیل ما برادرم قاضی ولرحیم الله رحمتش بکنه فوت کردن. آمین یا رب العالمین. باز اونا مرا به مدرسه داخل کردن. صنف 9 باز در مدرسه دارالعلوم عربی کابل درس خواندم. خب باز دارالعلوم عربی کابل تا صنف 12 اونجا خواندم. باز اونا انستیتوت تربیت معلم هم داشتن. صنف 13 و 14 صنف 13 و 14 را هم در اون مدرسه دارالعلوم عربی کابل درس خواندم، یعنی تا صنف 14. دارالعلوم کاملا موادش مواد شرعی بود، یعنی شبه مدارس دینی گفته میشه. مدرسه دیگه، چون در افغانستان که است وقت لیسه گفته میشه فرق داره با مدرسه. مثل اصطلاح ایرانی اصطلاح کشور عربی نیست.
اونجا هم تفاوت کردن دیگه. مکتب وقتی که گفتم میشه مکتب عام است و وقتی که مدرسه گفتم میشه طبعا اون مدرسه دینی هست. علوم شرعی و علوم بگیم طبیعی. اغلب دیگه علوم چیز است، اصلا شریعت است، مدرسه دینی است. باز پولی از بعضی مضمونهای ساینسی و ترا وجود داشت، بازو کم شده میره دیگه، ساینس کم شده میره تا بالاخره مسلکی میشه و چی میشه. بالاخره اصلا 14 وقتی فارغ شدیم ما معاصل در پانتون کابل شامل فاکولته فقه قانون پانزه شریعت پانتون کابل شدم و باز برای تحصیلات عالی به چیز آمدم به کشور لیبیا و دوره لیسی خودم دوره لیسانس در کلیت دعوه خواندیم. کلیت دعوه الاسلامیه بود، رشته ما دانشکده دعوت به تعبیر. بله دعوت اسلامی. باز در او درس خواندم و 2 شهادتنامه برای ما دادن، یکی در دراسات اسلامی و یکی هم در لغت عربی Islamic Studies و Arabic Language، دراسات لغت العربیه و دراسات الاسلامیه. خب اصل کلیه ما کلیه دعوت بود، رشته ما اصلا رشته دعوت اسلامی بود که چطور یک انسان میتونه که مثلا دیگرها را به خصوص غیر مسلمان ها را یا مردمایی که مثلا ضعیف هستن در ایمانشان دعوت بکنن. رشته ما در دعوت بود. باز بعد از او 2 سال در لیبیا بخش ماستری را خواندم. 1 سال هم رساله ماستری نوشته کردم و وقتی پس به افغانستان آمدم، باز در افغانستان در قسمت تحصیلات دیگه باز دمی چند سال پیش اونجا باز وقتی بخش ماستری در شریعت و قانون جور شد، خواستم که در بخش شریعت و قانون هم چیز داشته باشم، حداقل معلومات داشته باشم. باز ماستری را دوباره در پانزه شریعت پانتون کابل خواندم و تیزیس هم نوشته کردم و این ماستری دومی را که خواندم در زمانی بود که من بالفعل استاد پانتون کابل بودم. پس به این معنی شما دارای 2 مدرک ماستری هستید، یک ماستری از کشور لیبی و یکی هم از افغانستان دانشگاه کابل. انشاءالله. و یک مشکل که هست که انسان دروغگوی نشه، ما تیزیس ماستری ما وقتی که نوشته میکردم آمدم از لیبیا به افغانستان. وقتی افغانستان آمدم چون اونجا 2 سال ماستری 2 سال خوانده میشد، 2 سال صنف داشتن، صنف خلاص کردیم، دوری همو چی بود دیپلم بود. وقتی که دیپلم گرفتیم باز ما رساله ماستری یا تیزیس ماستری نوشته میکردم و رساله ماستری ما در مورد تفاسیر بود، تفاسیری که به زبان اردو نوشته شده بودن. سر از او تحقیق میکردم. 1 سال مصادری که در لیبیا بود رو در کتابخانه از اون نوشته کردم. باز استاد راهنمای ما برای ما یک موافقه داد که شما، چون یک مشرف ما استاد راهنمای ما در لندن بود، یک استاد راهنمای ما در خود لیبیا بود، یکش عرب بود و یکی دیگهش پاکستانی بود و در لندن زندگی میکرد. باز برای ما چی دادن که شما برین به لندن برین و به پاکستان برین، چون بعضی مراجع و تفاسیری که در اونجا یافت نمیشد در هندوستان و پاکستان بود. باز ما وقت پاکستان آمدم، از پاکستان به افغانستان رفتم. باز در افغانستان فامیلم برای من گفتن که تو باید ازدواج بکنی. باز من ازدواج کردم. ماستری اول من دفاع نکردم دیگه. 3 سال درس خواندم، دیپلمش دارم، من تا دفاع نشده بود. خب جناب استاد، من میخوام اندکی باز بر بگردم. شما سال چند از لیبی برگشتین؟ والا من در سال 69 رفته بودم اونجا. 69 70 71 72 73 74 75 سال 76 من دوباره پس به افغانستان 76 برگشتین. بله. خب اگر باز هم اندکی بر بگردیم به سالایی که شما دوران بگیم مکتب و دوران لیسه، شرایط افغانستان در او وقت چگونه بود؟ در شرایطی که شما مکتب میخواندین و لیسه میخواندین، میخوایم که جوانای فعلی از او شرایط هم یک معلومات داشته باشه. من در صنف 7 مکتب بودم که چی شده که همو چی میگن کودتای کمونیستی شد در سال 57. کودتای کمونیستی شد و وقت من صنف 7 مکتب بودم که تیاره آمدن و بمبارد کردن و بالاخره ارگ ریاست جمهوری را
و داود خان و به همراه خانوادهش کل از اینا را کشتن و بالاخره بعد از اینکه اونا چیز شدن 1 سال چقدر وقت دیگه تیر شد، بالاخره باز بعد از ترکی کشته شد و ترکی را هم شاگرد همو وفادارش بعدش میگه متاسفانه و شاگرد چاپلوسی که دستایش ماش میکرد وقتی که چی نباشه الله یک کس را بشرمانه باز شاگرد خودش سبب قتل از او میشه. بالاخره باز زیر شاگرد شفیع زامین در داخل همو ارگ ریاست جمهوری مردارش میکنه، چون اونا خلقی بودن و اونا بیرق‌های سرخ بلند کردن و زیادتر شعارهای کفری میدادن و در وقتی که ما در مدرسه بودیم در مکتب بودیم یک آثار کفر در اونا چی میکردیم مشاهده میکردیم. و وقتی که باز من صنف 9 شدم در مدرسه دارالعلوم داخل شدم دیگه کفر از اونا بیخی صراحت بود و زیاد همصنفی ما را زیاد به شهادت رساندن و بسیار از استادای ما را کشتن، شهید کردشانه. خب خلاصه هر کسی که چون نظام کمونیستی هم تو سیستم داشتن که اونا نه به شکل فردی نه به شکل اجتماعی دین در ساختار حکومت نمیمانن، فردی همه تا اجازه نمیدادن و بسیار مسلمان ها را میکشتن و قبرهای دستجمعی بود. و حتی یک روز خود ما هم به یادم است که ما به چیز رفتم به یک کتابخانه رفتم یک روز، دو روز رخصتی بود، میخواستم در کتابخانه کتابا رو سیل کنم که همی یک نفر از امون نفرای خاد از امون وقت که اطلاعات یا استخباراتشان من نمیفهمیدم کی بود آمد و مرا تلاشی کرد و وقتی مرا تلاشی کرد من نفهمیدم در جیب من یک دانه قرآن شریف بود، چون ما اونجا در مدرسه همین سوره القارعه و الحاکم التکاثر و قصار و سوره حفظ داشتیم. من قرآن شریف در جیبم بود، هر وقت هر جایی می‌خواستم حفظ بکنم برای که کشید برای من او یک تهمت بسیار بزرگ شد، فوراً زنگ زد و مخابره خودم. عجیب حمل چند سوره قرآن کریم یا یک جزء یا یک سپاره در وقت جرم تلقی میشد. بر کشتنت کفایت میکرد دیگه اگر میخواستن که چیز کنن، یعنی خودش یک که تو گویا اشرار هستی از جمله اشرار. دیگه نمی اشرار اونا میگفتن همین کسی که قرآن شریف اونجا چون اکثرا در افغانستان قرآن شریف ها که ورق زرد می داشته باشن، نه در پاکستان که چاپ میشه ورقای زرد هستن. باز میگفت که هر کس که کتابای ورق زرد میخونه ای اشرار هستی، ضد انقلاب هستی، مرتجع هستی، چطور است و ما نمیفهمیدیم بسیاری وقتا، چون وقت زمان بس نوجوان بودیم حتی نمیفهمیدیم که اینا چرا این گپا رو میگن. خب وقتی که من از اونجا گرفتن من میفهمیدم که اینا عادت دارن که اگر یک ولو که طفلان باشی تو رو ببرن، چون از دوستای ما بعضی اوقات کسایی که برده بودن پس که میامدن میفتن زیر ناخونایشان برق میته و مثلا اینا را زیاد اذیت کرده بود میزدن. باز وقتی که من از اونجا گرفتن مخابره کردن و باز چند عسکر آمدن از 4 طرف ما و این وقتی که من صنف 9 مکتب هستم، یعنی صنف 9 یعنی شما سنتون هم در حدود 14 سال 15 سال همین سن و سال بودین. دیگه هیچ تو من اصلا نمیفهمیدم که من متهم به چی هستم، گناه من چی است، جرم من چی است. ما اصلا نمیفهمیدم، چون وقت هیچ آگاهی از احزاب سیاسی و از احزاب اسلامی و از این مسائل را ما زیادتر نداشتیم. باز مرا بردن و وقتی که مرا بردن در اتاقی که 4 نفر عسکر مرا گرفتن، رنگم بسیار تغییر کرده بود، بسیار ترسیده بودم و ما فکر میکردم که امیال مرا میبرن راستن دیگه برق میتن و شاید مرا بکشن. باز وقتی که اونجا رفتم عجیب 4 نفر عسکر، 4 سرباز سر یک طفل، یک کودکی، یک نوجوان در موتر بالا کردن دیگه. تو فکر میکردی که کدام آدم چیزا گرفتن. باز الحمدلله خوب میخواد شد که این نفر که مرا در اینجا کتابخانه گرفته بود مرا میفکر تو یک نفر دیگه هم بود و لنگی داشت و پتو داشت و تهمتای عجیب غریب میکرد. من دیگه برش میگفتم که من خودم کتابخانه تنها آمدم، کس همراه من نبود. خب بالاخره خوب شد که آمد. وقتی که در اونجا بودن مراسی بسیار ترسیده بودم، دیدم که یک نفر دم سر چوکیش بروتای بسیار خطرناک کتکته داشت دیگه. من تو خشک و مات مبهوت در مقابلش ایستاد شدم. باز فضل و احسان الهی هم بود که اونجا یک کاکای ما در منطقه امامت داشت، از تقریبا 20 سال 30 سال پیش، بسیار ریش سفید بود، مردم را زیاد محبوبیت داشت. یک بچه جوان آمد و سلمه وقتی که سایل کرد فکر کرد که من بچه از امو هستم، از کاکای من بچه‌ش هستم. مرا گفت او بچه مولا سالم تو اینجا چی میکنی؟
ما هفتم والا من تو در کتابخانه بودم، بازو بر زمین نفر تو در گوشش گفت که این همسایه ماست، اونجا شناخت دارم. خب قدرت الله مو یک چیز شد، سبب شد مرا رها کردن. مرا تو رها کردن، باز گفتن برو خواهی پدر تا گرفته بیار. که باز ما وقتی که من آمدم در پیش خانه، پدرم مرا دید. پدرم عادت داشت تو یک پتو میگرفت، همیشه نان و ترار که میفروخت، ریش سفید بودم بین پتو میماند. مرا که دید گفت چی گپ است؟ من گفتم والا در راه بر شیشته بودم، گفتم من تو مرا برده بودن. باز مرا گفتن وقتی که پدرت آمد کسی اینجا باید دفتر بیاری. باز پدرم کت مرا رفت. وقتی که پدرم اونجا رفت، چون ریش سفید بود و بسیار حالت من دیده بود که وضعیت من خراب است، باز که تقریبا یک 10 تا نان بازاری پیشش بود و گندنه و گپادم پاتش کل از گرفتم روی میز. بر از سر زد وار کردم تا انداخت. گفت شما چه کثیف مردم هستین، بیچاره طفل به این حالت رساندین، خونش خشک شده، اید شما میکشین. این چی حالت است؟ اگه میخواین که ما نباشیم در این مملکت، از افغانستان بریم، خیلی دیگه سم بگوین که ما بریم دیگه. به زور مردم میکشن. در غیر از او چی گپا رو نمیفهمه دیگه. یکی از خاطراتی بود که حتی در صنف نوع مکتب از دست از اونا داشتیم. و باز وقتی که روس آمدن خطرناکتر شد و کشتن محصلین و شاگردای مکتب و تقریبا مثلا قبرهای دست جمعی و گپا در زمان کارمل، در زمانی که نجیب در وقت رئیس خاد بوده، می زمان اترا استخبارات دیگه، بسیار قتل میکردن، بسیار میکشتن و یعنی جنایت زیاد بوده. در او سالهایی که شما دوره متوسطه و ثانوی بگیم یا دوره آموزشی دانش آموزی تان داشتین در کابل سپری میکردین، یک اوضاع اختناق آور و هولناک در کابل حکم فرما بود. مردم خودش شور دادن نمیتونستن. بله، نظام کمونیستی و کس خودش شور دادن نمیتونست. یعنی اکثرا شما سوال کنید اونا کسایی که در مقابل از اینا جهاد میکردن مجاهدین بودن، زورشان به اونا نمیرسید چون اونا در جبهه بودن و میزدن. ولی اینا زیادتر هم انتقام از مردمی که همینجا بودن، بیچاره کسایی که زور نداشتن. مثلا شما اکثرا اگر همین قبرای دستجمعی را که در زمان نجیب و در زمان کارمل و در زمان اینا این قبرای دستجمعی که بوده، شما اگر این قبرا را تصویرایش کشیدن سیل کنین، اکثرا کسایی است که دریشی داشتن، نکتایی داشتن، ریشاشون کل بوده. یعنی معسل، مامور، شاگرد مکتب از یک سر گرفتن میرفتن و به نام مجرد که قدر گپ میامد از پیش پرسان میکرد که یک جاسوسش میامد یک سوال میکرد، مجرد که یک کمک نظر منفی درباره حکومت میگفت یا کلمه‌ای که میگفت، اونو بر کشتن و بر بندی کردن از کافی بود. اینا میخواستن که از این طریق سیاست خود، امو سیاست دیکتاتورانه خود بالای مردم بقبولن و مردم ساکت شون و وضعیتی که اونها در افغانستان آورده بودن وضعیت به شکل از اشکال باید بپذیرن. از روی سبب از ترس و خوف. بله، سببی شدن که در داخل هراس افغانی بود دیگه، به شکل از اشکال میتونیم که یعنی یک نظام حکومت تروریستی و در اساس تمام از اینا، مثلا نجیب یک تروریست بود، کارمل یک تروریست بود، حفیظ الله امین یک تروریست، ترکی یک تروریست. میشه اینا یک نظام تروریستی خطرناک دیکتاتوری که اینا از طریق قتل زدن مثلا 100 سال افغانستان به عقب برگشتوندن. یعنی یک تعداد جوان‌ها، یک تعداد مردم مجبور ساختن که مکتب ترک بکنن، پانتون ترک بکنن، در کوه برن و بی درس و بی تعلیم و بی ازی شون. و یک تعداد دیگه که در داخل کابل هم بودن، اونا را آنقدر سویه تحصیلی و تعلیمی را پایان آوردن، قدر بی سواد ساختن مردم که یعنی بسیار وضعیت تحصیلی و تعلیمی چیز شد دیگه، وضعیتش خراب شد. استاد شما مرا وادار کردین که مسائل دیگری مطرح بکنم. خب با این وجود چرا امروز در رسانه‌های افغانستان دیده میشه که برخی ها تمجید میکنن، تحسین میکنن دوران حکومت‌های کمونیستی یا دوران ترکی باشه، خواه امین باشه، خواه کارمل باشه، خواه نجیب باشه، از اونا به خوبی یاد میکنن و میگن یک دوره عجیب بود و اینا انسانای وطن دوستی بودن. یا اینا اطلاع ندارن یا نمی فکر میکنن که همون دیگه دست پرورده های رژیم های سابق هستن یا سابقه کمونیستی و حزب خلق، مربوط حزب خلق یا پرچم. اما اینا هستن یک تعداد از اینا که بپاشن، یک تعداد از اینا که توصیف از اینا را میکنن خودشان کمونیست هستن و چی پیر شدن، ریش سفید شدن،
دیگه پاشون در لب گور است. لکن وقتی که یک نفر کافر شد، کافر است دیگه، او هدایت نمیشه. هدایت کار الله هست. اونا بسیارشان که تو فکری کافر شدن و وقت کافر بودن و اکادمی لینن نخواندن و علوم اجتماعی و پوانتون استاد ربانی که حالا میگن اصلا اکادمی علوم اجتماعی بود که در اینجا اعضای حزب دموکراتیکی خلق افغانستان و اعضای حزب دموکراتی خلقه و پرچمی اکثرشان اینجا درس میخواندند و همو شهادتنامه مارکسیسم و لنینیسم اونجا میگرفتن. این مردمایی که به حساب فکری هستن و حالا پیر شدن و بسیاری از اونها بعضیشان سر قدرت هم هستن، در چوکی و در چیزای حکومتی هم هستن. اینا خب طبعا چون خودشان قاتل هستن، جنایتکار هستن، برای براءت خود دیگه همیشه باید چی کنن؟ خود توصیف بکنن و بگوین که ما این خوبی ها را داریم. و در کنار از یک تعداد جوانایی که مثلا جاهل هستن و بی عقل هستن، نمیفهمن، چون خود دکتر نجیب دو حالت داشت. خب این بسیاری کسا درک نمیکنن. یکی دکتر نجیب زمانی بوده که رئیس استخبارات بود در زمان مثلا پیش از حکومت خودش، وقتی که در زمان کارمل یا همین در این زمانهای دیگه همونجا در استخبارات بوده و چون او وقت استخبارات بود، رئیس استخبارات بود، قتل و کشتن و مثلا تعداد زیادی را که در شهر کابل و تعداد زیادی را که در هرات کشتن و نفرایی را که گردنهایشان هم شکستاندن و مثلا قبرهای دستجمعی کرده و بسیار مردم کشتن. این اون وقت بوده و وقتی که روسا افغانستان مجبور شدن، اتحاد شوروی شکست خورد و پارچه پارچه شد و یکی از اسبابش همین جهاد ملت افغانستان بود. 1.5 میلیون شهیدی که در افغانستان دادن. پس وقتی که اتحاد شوروی شکست خورد و سقوط کرد، در اینجا یک چی شد؟ گورباچوف اینا را خواست و کارمل گفت ما میخوایم که ما عسکرای خودم میکشیم و مبرایم. کارمل بسیار متشدد کمونیست بود و او میگفت که نه نبراین، باید باشین و چطور است. و بالاخره او را گوشه کردن و در مسکو بردن، عوضش نجیب آوردن و اینجا روس‌ها بر از اینا دیکته کرد و برشان گفت که شما حالا چون ما میبرایم دیگه به خاطر اینکه شما جای پای در مملکت داشته باشین، بخیزین جنگ فکری بکنین و جنگ فکری است بخیزین پیشنهاد صلح بکنین با یک چهره جدید ظاهر تا زمانی که روس‌ها بود یا بسیار متشدد بودن، قرآن لغت میکردن، سر قرآن عظیمشان بالفعل لغت میکردن، مسلمان‌ها را میکشتن و کفر میگفتن و کفرشان صراحت بود و کل مردم میفهمن که اینا کافر هستن. ولی وقتی که روسال برآمد، اینا دیگه حالا گدا گر تواضع کند خوی اینا فهمیدن که ما سقوط میکنیم، ما شکست میخوریم و کل ملت به ضد ما هست. مثلا در کل از اونها هم تعداد خلقی و پرچمی یک نفر اگر حساب شود در بین مثلا اون وقت که نفوس افغانستان 15 یا 16 میلیون 100,000 اینا بیشتر بود. یا 100,000 بیش نبود. در خوشبینانه ترین حالت یعنی. یا دیگه او هم خب مثلا حتی دم حزب هم که بسیاری وقتا دم وقتی که به یادم میاد، حتی دم مکتبای ما و در مدرسه‌های ما بسیاری کسا را به زور و شکنجه و به تهدید و با ایگپا تا از خودم چندین مرتبه تو برده ما را در اتاق شانده و دروازه را قایم کرده و تهدید کرده که یا نشتکو که ما در حزب شما میایم و یا اگر نمیای چرا نمیایی این نشتکو. اینا اگر نشته میکرد در هر حالت متهم بودیم. به هر صورت اونو یک تعداد که از اینا هم رفته بودن به خاطر مجبوریت و چطور اطراخ و تعدادی که فکری رفته بودن بسیار تعداد کم بود. به هر صورت اینا ما هدف ما روی کسایی بود که گفتمان میاین در رسانه‌های افغانستان تمجید حکومت کمونیستی را میکنن و از نجیب یاد میکنن. بله اینا رو مشکلیش هست که وقتی که باز روسا رفتن و کمونیستا ضعیف شدن و رو به شکست شدن و نجیب آمد و سیاست مصالحه ملی را پیش کرد، این گپا و بیانیه‌های نجیب اونو وقت است که به شکل منافقانه که حالا وقت شکستش از دیگه. مثلا مثال فرعون وقتی که غرق شد، حتی اذا ادرکه الغرق، وقتی که غرق شد باز دمول دیگه صدا کرد که آمنتو بما آمنت به بنو اسرائیل که ایمان آورد، ام قصوای ما آوردن ما ایمان میارم. دیگه مشکل اینجا شد که اینا هم وقتی که حالت غرقشان شد و هر کس هم در سال صدام حسین وقتی که مردم خدا کشت و قتل کرد و بالاخره چیز کرد، روزی که بازی که شکست میخوره باز میگه من مسلمان شدم. یا مثلا قذافی عین گپ ما تو در کفر و در بیدینی و تو باز پسان میان مثلا کلمه میخوان ما دیندار هستیم چطور هستیم. اصلا اسلام و دینداری و تراک خو نیست که حتی اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. این علامت منافقا و مشرکین نمی قسم است. به هر صورت اینا اون بیانیه نجیب که است و بیانیه
زمان چیش هستن، همون زمان شکستشان است. حالا بسیاری کسا وقتی که گپای از دارن بشنوم میگه اوه چه خوب شیرین گپ میزنن، چه خوب آیات تیر میکنن، چه خوب حدیث تیر میکنن، اما او حالتش رو فکر نمیگیره که قبل از اینکه رئیس جمهور شوه، وقتی که رئیس استخبارات بود، این قبرهای دستجمی، کشتارها، این جنایت‌ها رو یادی کرده. این سجده و این رکوعی که در اونجا در قبر مثلا که میگه پیشانی میگه در پیشانی ما کافر نشان است. خدا پیشانی هیچ کافر نشان است. ترامپ هم خونشتن است. اما گپ سر از است که عملش وقتی که خودت میری در مقابل مجسمه لنین سرت خم میکنی و در اینترنت تیار رو نشر است که وقتی که به اتحاد شوروی رفته، پس اینمی که بر از اون میری و باز قانون از اون میری، یا وقتی که کارمل گپ میزنه و تو در چوکی شیشتی و در بالا سر پشت سر کلیت عکس مارکس و انگلس و لنین نماندی، این علامت بیانگر چی هست؟ بیانگر از زمین است که تو پیرو اینمی مکتب کمونیسم هستی. پس شهید چی هستی؟ شهید چی است؟ شهید خود کسی است که فی سبیل الله در جهاد کشته شده باشه، نه که هر کسی مثلا در راه لنین هم کشته شد بازی را هم بگوییم. خب استاد، برنامه ما کم کم رو به پایانی است. میخواستم این برنامه را با یکی از خاطراتتان از لیبی خاتمه بدم، از خاطرات دوره تحصیلتان. شما چون تقریبا حدود 7 سال گفتین در لیبی بودین. یکی از خاطراتی که بسیار چیز است، برای من بسیار جالب بود و سبب شد که من زیادتر در بخش دعوت کار بکنم، مویی بود که زمان من به لیبیا رفتم در یکی از هتل‌ها. یک وقتی همی مجاهدین وقتی که کامیاب شدن، باز در اونجا یک محفل گرفتن بر تمام دیپلمات هایی که در اونجا بودن. امو سفیر افغانستان که در اونجا بود یک مجلس گرفتن و در امو مجلس من هم بودم. از ما چون محصلین بودیم از ما هم دعوت کردن که شما بیاین اونجا باشین و دیپلمات ها بودن. من در گوشه استاد بودم که دیدم که یک کس آمد پیش من و او بر من خودم معرفی کرد، گفت من امبیسیدور اف چیز هستم، واتیکان هستم، من سفیر واتیکان هستم. من گفت انگلیسی خوب گپ میزنی یا عربی؟ من گفتم که من میتونم کم کم انگلیسی گپ بزنم. خب بالاخره گفتم عربی هم گپ میزنم. این آمد و من گفت که بین اسلام و نصرانیت هیچ تفاوت نیست و ما و شما باید چی کنیم. خب خلاصه که کشیش بود و این نماینده واتیکان بود و میخواست مرا دعوت بکنه. خب من الحمدلله وقتی که جوانم بودم الحمدلله قدر قرآن هم میفهمیدم چون مدرسه خوانده بودم. باز من در جوابش گفتم تو با وجود از اینکه عربی را میفهمی و یک سفیر هستی ولی تو دروغ میگی. تو چون مثلا خرد بود تو نتونستم خودم کنترل بکنم، باز گفتم تو بسیار دروغ میگی. عیب علیک و انت تتكلم باللغه العربيه وانت السفير وانت تعيش في بلد عربي، كيف تقول لا فرق بين الاسلام والنصرانيه؟ هناك فرق بين الاسلام والنصرانيه، فنحن المسلمين نعتقد بأن الله واحد ونقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنتم تقولون أن الله ثالث ثلاثة وتقولون حتى أنتم العرب تقولون باسم الأب والابن وروح القدس. برای گفتم که شما بس سه خدا باور داریم و ما با یک خدا باور داریم، تو چرا دروغ میگی و اشتباه میگی؟ از همین از پیش من فرار کرد. فرار کرد، خواستم که گپ بزنم، گریختم تو رفت. پس اون دل من یک گپ گشت که سبحان الله ده بین قدر مردم چرا شما را انتخاب کرد؟ چرا مشخصا شیطان آمد در جان من، در وجود من چی هست که این شیطان میخواست مرا هم به می اغوا کنه، کفر خود اغوا بکنه. باز از اونجا در دل من همی گشت که انسان باید زیاد اسلام بفهمه و عقیده اسلامی را زیاد بفهمه. این انگیزه بود که شما را باشه. چرا که اگر داعی نبودیم مدعو میشی. خب جناب استاد، البته تشکر میکنم در پایان برنامه. البته صحبت با شما انشالله ادامه داره و بیننده های عزیز و گرامی انشالله منتظر باشین در قسمت بعدی این برنامه. نیز استاد عبدالظاهر داعی با ما خواهند بود و صحبت های من را ادامه خواهیم داد. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما گرامیان و سروران را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا